درختان پرطرف ترین تیم دنیاست. درختان یکیه. درختان بعد از منچستر بعد منچستر اوله. چرا در 10 دقیقه اول درصد پرسپولیس 50% شد؟ 150% ورزشگاه پر شده. واقعا این نیست که اینا میگن بالای 100%. درصد تقریبا، یعنی 100% که نمیشه. نه حداقل 50%. هوادار طرفدار بالای 50%. 60% طرفدار داره تراکتور سازی. چرا وقتی نشون میداد درصدو فردوسی بر میخند؟ چرا دیر نشون دادن؟ 13% بود درسته؟ پس چرا دوباره شد 11%؟ همش میومد پایین، بزن که بره بالا همش میومد پایین. 13 اولش بره 15 20 بشه میومد 11 شد 9 شد همش میومد پایین. الان شما نگاه کنید ببین چند نفر اومدن اینجا مثلا 100,000 نفر. خب شما حساب کنید 13% میشه 100,000 نفر. 100% چقدر؟ ها 13% زده بود 13% کل مثلا تبریز 13% زده بود که مثلا اس ام اس اومده. کامران الان نگاه کن اینجا 100,000 نفر طرفدارشه، هر خونه 3 تا اس ام اس بزنید میشه 300,000 نفر. الان میگه 11% چیز اس ام. ببین یه سوال شما میگی میشه 300,000 نفر، حدود 3 میلیون نفر تو اون نظرسنجی شرکت کردن، 300,000 نفر چند درصدش میشه؟ میگه همه 914 همش بسته. آقای عادل پرده پوست خب همش میگه اس ام اس همه تلاش بسته.